جنگ عزت نفس جنگ خاموشی هست. بسیاری از انسان‌ها حتی از عزت نفس پایین می‌میرن و یا مرده متحرکن که از زندگی هیچ لذتی نمیبرن. اجازه بدید قصه زندان بدون دیوار رو برای شما تعریف کنم. بعد از جنگ آمریکا با کره، ژنرال ویلیام مایر که بعدها به سمت روانکاو ارشد ارتش آمریکا منصوب شد، یکی از پیچیده ترین موارد جنگ رو مورد تحقیق قرار داد. حدود 1000 نفر از نظامیان آمریکایی در کره در اردوگاهی زندانی شده بودند که از استانداردهای بین المللی برخوردار بود. زندان متعارفی بود، تقریباً محصور نبود، یعنی آب، غذا، امکانات به وفور یافت میشد. از هیچ یک از تکنیک‌های متعارف شکنجه استفاده نمیشد، اما بیشترین آمار مرگ زندانیان در این گزارش شده زندانیان به مرگ طبیعی می‌مردن. امکانات فرار وجود داشت اما فرار نمی‌کردند. بسیاری از آنها شب می‌خوابیدند و صبح دیگه بیدار نمی‌شدند. زندانیان احترام درجات نظامیان رو میان خودشون رعایت نمی‌کردند و عموماً با زندانبانان خود طرح دوستی می‌ریختند. دلیل این رویداد سالها مورد مطالعه قرار گرفت و ویلیام مایر نتیجه تحقیقات خود را به شرح زیر اعلام کرد. در این اردوگاه نامه‌هایی که حاوی خبرهای بد بودند به دست زندانیان رسونده می‌شد. نامه‌های مثبت و امیدبخش تحویل آنان نمی‌شد. هر روز از زندانیان می‌خواستند در مقابل جمع خاطره یکی از مواردی که به دوستان خود خیانت کرده اند رو بازگو کنند، یا خاطره‌ای که در اون میتونستن به کسی خدمت بکنن و نکرده اند رو تعریف میکردن. هر کس که جاسوسی سایر زندانیان رو میکرد سیگار جایزه میگرفت. همه به جاسوسی برای دریافت جایزه که خطری هم برای دوستانشان نداشت عادت کرده بودند. تحقیقات نشان داد این سه تکنیک در کنار هم سربازان رو به نقطه مرگ رسانده است. با دریافت پیام‌های منتخب، اونم منفی، امید از بین میرفت. با جاسوسی عزت نفس زندانیان تخریب میشد و خود رو انسانی پست میافتند. با تعریف خیانت‌ها اعتبار آنها پیش همگروهی‌ها از بین میرفت و این هر سه تکنیک برای پایان یافتن انگیزه زندگی و مرگ‌های خاموش کافی بود. این سبک شکنجه خاموش نامیده میشد. یکی از نشانه‌های عزت نفس پایین عبور از مرز اخلاق است. در این زندان چنان عزت نفس زندانیان رو از بین می بردن که باعث مرگ اونا می شدن. برگرد و یک بار دیگه قصه رو گوش کن. چقدر شبیه کارهای روزمره ما هاست. هر روز ببین چقدر داری از کیسه عزت نفست می بخشی. خیلی از ماها به خاطر نداشتن عزت نفس توی زندانهای ذهنمون گیر کردیم. زندانبان خودمونیم، خبر نداریم. یه نمایشنامه‌ای داره اجرا میشه و ما همیشه نقش ثابت اون نمایشنامه هستیم. زنی که خیانت میبیند، زنی که کتک میخورد و بازیگر مرد مدام داره عوض میشه، مردی که اخراج میشه، مردی که محل کارش بی احترامی میبینه، مدام شخصیتش زیر سوال میره و شرکتی که داره مدام عوض میشه. کسی نمیدونه درون این بازیگر چه خبره. این بازیگر داره از کیسه عزت نفس خودش میبخشه. اگه تو هم همچین شرایطی داری و در زمینه روابطی و کاری مشکل داری، من در دوره جامع و کامل عزت نفس کامل برات راهکارهای بالا بردن عزت نفس، میانبرهای ذهنی رو توضیح دادم. دوره با پشتیبانی کامل خودم هست. هر سوالی داشتی شخص خودم پاسخگو هستم و بدون اینکه عزت نفست نره بالا از این دوره نمیذارم بری بیرون. دوره با تخفیف 50% 490,000 تومان در حال ثبت نام هستیم. برای ثبت کلمه عزت نفس رو به دایرکت ارسال کنید. سوری هستم با آرزوی بهترین احساسات برای شما عزیزانم.